پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابه را میگه، صحابه بله میگه بفرمایید، اما نبی علیه الصلاة و السلام میگه سلام را در میانتان زیاد کنید. سلام در میان جامعه اسلامی محبت و علاقمندی و دوستی را در میان امت مسلمه افزون میکند. وقتی که ما با یک برادر مسلمان خود که با وجودی که او را نشناسیم یک بار دو بار سه بار وقتی که به او سلام بدیم و دوست صمیمی ما قرار میگیرد. معنای سلام است که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ای مسلمان سلامتی خدا برای تو بده باشد یا سلامتی از طرف من برای تو بده باشد. جان تو مسلمان، خون تو مسلمان، آبروی تو مسلمان، پول تو مسلمان، جای تو مسلمان، اولاد و زن و فرزند تو مسلمان از طرف من در امن است. ای تشویشی از طرف من نکن که من در برابر ناموس تو کج سعی کنم. وقتی که این معنای سلام است به توسط این کثرت سلام محبت و دوستی در میان مسلمان افزون می شود. یگانه چیزی که سبب زیاد شدن محبت و دوستی در میان امت مسلمه می شود کثرت سلام هست.